به نام خدا. مبحثمون ساختار و عملکرد کلیه هست. اولین نکته اینه که برای بیوپسی کلیه معمولا نمونه از کورتکس قطب تحتانی کلیه گرفته می شود. بعد می رسیم به ساختار کلیه. ساختار کلیه شامل بافت بینابینی یا اینترستیشیوم. بافت بینابینی فضای بین توپول ها و مویرک های پریتوپولار رو تشکیل داده. حدود 5 تا 10% حجم کلیه رو تشکیل داده. حاوی فیبروبلاست ها یا سلول های ستاره‌ای و سلول های دندریتیک هست. قسمت بعدی فیبروبلاست ها هست. فیبروبلاست ها اگر توسط ستوکاین های التهابی تحریک بشن به میوفیبروبلاست تبدیل میشن، موجب فیبروز بافت بینابینی کلیه میشوند و این که برخی از فیبروبلاست های قرار گرفته در عمق کورتکس حسگر اکسیژن هستند و در تولید ارتروپویتین نقش دارند. قسمت بعدی سلول های دندریتیک هستند. سلول های دندریتیک سلول های ارائه کننده آنتیژن هستند. مولکول های MHC کلاس 2 رو بیان می کنند. سلول های دندریتیک در ایمنی ذاتی و اکتسابی نقش دارند و در هموستاز ایمونولوژیک و بیماری های پارانژیم کلیه سلول های دندریتیک بازیگرهای اصلی محسوب میشن. بعد قسمت بعدی اجسام ژوگستراگلومرولی هستند. اجسام ژوگستراگلومرولی در حفظ GFR نقش دارند و همچنین محل تولید رنین در کلیه هستند. پس اجسام ژوگستراگلومرولی در حفظ GFR کلیه نقش دارند و محل تولید رنین در کلیه می باشند. خب در مورد دفع مواد مختلف از کلیه هم یک نکته رو بگیم، اینکه تمامی مواد محلول آب و سدیم و پتاسیم و غیره اکثرشون فیلتراسیون و بازجذب در کلیه دارند به جز کراتینین. کراتینین فیلتراسیون در کلیه دارد ولی بازجذب ندارد. این از این. مورد بعدی اینه که 4 ماده ترشح دارد ولی بقیه ندارند. یکیش پتاسیم هست، یکیش بیکربنات هست، یکیش اسید اوریک هست، یکیش کراتینین هست. پتاسیم، بیکربنات، اسید اوریک و کراتینین اینها ترشح خواهند داشت ولی بقیه ترشح ندارند. خب در ادامه ویژگی های گردش خون کلیوی رو بررسی میکنیم. گردش خون کلیوی فاقد آناستوموز هست و یا آناستوموز اندک داره و همین ویژگی باعث حساسیت بسیار زیاد برای اختلال جریان خون موضعی میشه. یعنی در صورت اختلال جریان خون موضعی کلیه بسیار حساس هست. مورد بعدی این هستش که یکی از بالاترین مقادیر جریان خون به ازای هر گرم بافت در بدن در کلیه هست. یعنی کلیه بیشترین میزان خون رو دریافت میکنه ولی در عوض کمترین میزان برداشت اکسیژن رو داره. یعنی اکسیژن کمتری مصرف میکنه و همین عامل باعث کمترین اختلاف بین میزان اکسیژن شریانی و وریدی میشه. مورد بعدی شانت‌های شریانی و وریدی عملکردی هستند در گردش خون کلیوی که مواد محلول و گازها مانند اکسیژن میتونن مستقیم و بدون عبور از مویرگ از شریان به ورید انتشار پیدا کنند. به صورت مستقیم و بدون عبور از مویرگ. بعد گردش خون کلیوی 2 سیستم مویرگی به صورت متوالی داره. 2 سیستم مویرگی به ترتیب در گلومرول و توبول داره که دارای عملکردهای کاملا متفاوتی هستند. خب در ادامه بحث ساختار و عملکرد کلیه رو با چند نکته جمع‌بندی می‌کنیم. اول اینکه 25% از برونده قلب به کلیه میره. کلیه در فضای رتروپریتوئن قرار داره. ابعادش 11/6/3 هست. 11 طولشه، 6 عرضشه و 3 سانتی متر ضخامتش هست
از طول کلیه برای تخمین حجم کلیه استفاده میکنیم که ویژگی های گردش خون کلیوی به این ترتیب هستش که فاقد آناستوموس هست و یا آناستوموس اندکی داره. یکی از بالاترین میزان جریان خون در گردش خون کلیوی هست. گردش خون کلیوی دارای شانت‌های شریانی و ریدی عملکردی هست. گردش خون کلیوی 2 سیستم مویرگی متوالی پشت سر هم داره. نکته بعد این که حالب‌ها و کپسول کلیه دارای فیبرهای حسی درد هستند که از اعصاب اسپلانکنیک منشأ میگیرند. این اعصاب حسی مسئول ایجاد درد زاویه کوستوورتبرال در التهاب کلیه یا رنال کولیک هستند. اعصاب اسپلانکنیک. پارانشیم کلیه فیبرهای حسی درد نداره اما دارای اعصاب سمپاتیک هست. عملکرد اعصاب سمپاتیک در پارانشیم کلیه چیه؟ الف ترشح رنین، 2 کاهش جریان خون کلیه و 3 افزایش بازجذب سدیم. بازجذب اغلب مواد محلول از طریق مکانیسم انتقال وابسته به انرژی صورت میگیره که عمدتاً وابسته به بازجذب سدیم هست. بعد طول پروگزیمال تقریباً در بازجذب تمام مواد محلول نقش داره. مورد بعد این که دفع پتاسیم یا هیدروژن و اسید اوریک از طریق ترشح صورت میگیره. بعد ترشح فروزماید در طول پروگزیمال صورت میگیره. این یک نکته بسیار مهم هست، یک نکته تستی. مورد بعد این که حدود 80 تا 90% اکسیژن مصرف شده در کلیه ها برای انتقال سدیم استفاده میشه. نکته بعد این که 3 ماده اندوکرینی که در کلیه تولید میشوند شامل رنین، بعد 1.25 دیهیدروکسی ویتامین دی و اریتروپویتین هست. 2 نوع سلولی که در بافت بینابینی کلیه اهمیت دارند عبارتند از فیبروبلاست ها و سلول های دندریتیک. مورد بعدی این که فیبروبلاست ها حسگر اکسیژن هستند، در تولید اریتروپویتین در کلیه نقش دارند. سلول های دندریتیک در ایمنی ذاتی و اکتسابی نقش دارند. در هموستاز ایمونولوژیک و بیماری های پارانشیم کلیه سلول های دندریتیک بازیگرهای اصلی هستند. و نکته آخر این که برای بیوپسی کلیه ما معمولا نمونه رو از کورتکس قطب تحتانی میگیریم. خب این چند نکته و جنبندی بود که در مورد ساختار و عملکرد کلیه بررسی کردیم. امیدوارم که مفید واقع بشه.